به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو همراه شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 28 اوگوست. راه طولانی را طی نمود اما ناچار در داخل تاکسی تولد کرد. نزدیکان زن میگویند پاسبان زایشگاه آنها را راه نداد. پاسبان رد میکند. نه دروغ میگه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که دروغ میگه. در عرفه روز استقلال ازبکستان با فرمان پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف 113 محبوس عفو شدند. در بین آنها چندین سیمای شناخته سیاسی و دینی هم شامل بودند. و حامی حقوق مهاجران میگوید برای انتقال بعضی تاجیکان مجروح به وطن از روسیه هواپیمای مخصوص لازم است. یعنی مطالب در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار کلان لازم میشه. یک زن ساکن ناحیه مومن‌آباد روز 27 اوگوست مجبور شده است در داخل ماشین فرزندش را به دنیا آورد. با وجود آنکه پیوندان این زن 20 کیلومتر راه را طی کرده و او را تا تولدخانه شهر کولاب آوردند، ولی دربان به زودی برایشان اجازه داخل شدن را نداده است. ساکنان محلی میگویند نه در داخل بلکه در نزد در بیمارخانه تولد کردن زنان در این منطقه در گذشته جای داشته است. چرا پاسبان تولدخانه کولاب مانع ورود به بیمارخانه میشود؟ محمود جان رحمتزاده جانب ها رو پرسید و حالا ادامه قصه رو با هم میبینیم. سبب جنجال این دو مرد به بیمارخانه سری وقت اجازه ورود ندادن ماشین است. ماشینی که کلینی سفرعلی نازیموف را از ناحیه مومن‌آباد برای تولد به کلاب آورده بود. این حادثه ساعت‌های 14 روز 27 اوگوست رخ داده است. نه اومدم همین شهروند قلاور دارن اینجا میگم ممکن نیست نرا میگم من میگم اکا بیس میگه سومته یک سومته میگه اینا را در کلین تولد کردم جا رفتم از دکتر التماس آوردم اکا این آیت 5 10 15 مینوت زیاد استم اما خودم در رو کم تلاش کردم تا اونی که در رو شدند دلنوزه رشید جان کلین سفرعلی در داخل تاکسی تولد کرده است. نازیموف باور دارد که اگر در درآمدگاه تأخیر نمیشد کلینی او در شرایط مناسب بهداشتی تولد میکرد. پاسبان درآمدگاه میگوید از رهبریت دستور گرفته بود که ماشین های بیگانه را وارد نسازد، ولی قضیه دیروزه را دیگرگونه شهر داد. نمیگه که من کسلی دارم برای رودم همینجا دشمن کرده. دشمن کرد خیلی بیوه تفعال گفتم مجبوره. انا گل میگه که تمرای تای گفتی. ما پاسبان ما باید بپرسیم که تو شو میره چی دوری کسلی داری؟ او نگفت که من کسلی بسیار رودم دارم. پولش قطعی چی؟ یک سومت میگه؟ نه دروغ میگه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که یک سومت. دروغ میگه ایش گپشه. ساکنان منطقه کلاب میگویند تولد این زن در بیرون درآمدگاه حادثه یگانه نیست. قبلا هم در داخل ماشین یک زن تولد کرده است. سبب پیشینه رو هم تأخیر در اجازه ورود دانستند. خبرنگاران محلی در نشست اخیر مطبوعاتی از سردار ریاست تندرستی این سوال را کرده بودند. مسئولان میگویند در چنین حالت ساکنان به آنها شکایت نمیکنند. شهردار کلاب هم در نشست خبری ماه ایول گفت که بیمارستان ها را گشت و گذار کرد، ولی به او اجازت نمیدادند که وارد بیمارستان شود. گردی بانی سفر گشتم ندرو تو چی ندرو کسری داود رو نمیده ای تاچکارو بکنم. ساکنان میگوید که با وجود این همه تا حال مناسبت در تولدخانه منطقوی و واردشوی آن دیگر نشده است. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. روز گذشته پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به مناسبت 29مین سالگرد استقلال کشورش فرمان عفوی 113 محبوس را امضا کرد. نزدیکان و وکیلان دفاع محبوسان گفتند که نمایندگان ریاست زندان‌های ازبکستان آنها را از امضای قانون عفو و آزاد شدن پیوندانشان 26 اوگوست آگاه کردند. قبل از شروع برنامه من از همکارم سیراج‌دین اسلام پرسیدم کی‌ها بر روی خط عفوشده‌ها داخل شدند. در مجموع 113 نفر محکوم از منزل‌های گویم که از محبس ها آزاد شدند و بین آنها 4 نفر محکوم سیاسی و دینی بودند. از جمله روح‌الدین فخرالدین 53 ساله که 2006 سال در قزاقستان در قلمرو قزاقستان در ولایت چیمکند بازداشت شده بود و به سالهای طولانی محکوم شده بود. او را رهبری وهابیان و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان
میگفتند، ولی اقربای آنها همیشه میگفتند که روح‌الدین فخرالدین یک امام برجسته ازبکستان بود و ربط به وهابیت و حرکت اسلامی ازبکستان نداشت. دومین نفر معروفی که از محبس دیروز آزاد شد پس از 20 سال این اسکندر ارکینزاده است که سال 2000 به حکم اعدام محکوم شده بود از طرف دادستانی ازبکستان و بعداً پس از فشارهای طولانی سازمان‌های بین‌المللی این حکم اعدام به 25 سال تغییر دادند و دیروز پس از 20 سال آزاد شد. سازمان‌های حامی حقوق بشر می‌گفتند در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در محبس‌ها بیش از 7000 زندانیان سیاسی و دینی نگاه داشته می‌شدند. آیا درباره تقدیر آنها معلوماتی هست؟ با گفته هیومن رایتس واچ بیش از 7000 محکومان سیاسی و دینی بود در ازبکستان در زمان اسلام کریموف و پس از مرگ او سال 2016 هم سر قدرت شفقت میرزیویف آمد و تدریجاً آنها را آزاد کرد. اکثر آنها البته آزاد شدند و بعضی هاشون خب از محبس‌های سنگین به محبس‌های آزاد فرستاده شدند و این جریان هنوز ادامه دارد. شفقت میرزیویف گفته بود که این جریان طولانی می شود و با فرمان او 2 سال 3 سال پیش 16000 متدین که در روی خط سیاه بود از روی خط سیاه امنیتی ها و پلیس بیرون برآورده شدند و به گفته سازمان های بین‌المللی این جریان ادامه دارد و آنها میخواهند که شفقت میرزیویف قاطعانه جریانی که یک چند سال قبل شروع کرده بود ادامه بدهد و باوری دارند که شفقت میرزیویف موفق می شود در این کاری که خودش آغاز کرده بود. سیروجین اسلام بود همکار ما که درباره فرمان عفوی پرزیدنت ازبکستان توضیح داد. تاجیکستان نیز 9 سپتامبر جشن استقلال دارد. اگر بخشیده به این سنه مقامات تاجیک اقدام‌های را روی دست بگیرند حتما شما را بینندگان عزیز خبردار خواهیم کرد. اما تا آن دم بعد یک آگاهی درباره مهاجران مجروح تاجیک در مسکو برایتان نقل می‌کنیم. با ما بمانید. پیش از 2 ماه این جانب سفارت تاجیکستان در روسیه طریق پروازهای چارتری در مد اول بیماران و افراد نیازمند را به تاجیکستان میفرستد. اما حامی حقوق مهاجران عزت امان اخیراً از یک بیمارستان در شهر مسکو دیدن کرد که در آنجا 2 مهاجر تاجیک در حالت وزنین بستری شدند. ظاهراً مشکل انتقال این 2 جوان به تاجیکستان تنها با دریافت بلیط به این پروازهای چارتری حل نمی شود، بلکه طور عزت امان میگوید برای این کار مبلغ زیاد لازم است. من از این حامی حقوق شناخته خواهش کردم که درباره نیازمندی های مهاجران معلومات بیشتر بدهد. آیدی قضیه 2 جوان مجروح تاجیک شهروندان تاجیکستان که الان در بیمارستان 36 در شعبه احیاگری قرار دارند، همین را گفته میتوانم که یکی از این جوانان که باهوش است میبیند ولی خب حرکت کردن نمیتواند، 1 ماه قبل از طبقه 5 سرازیر گشته مجروح گشته است و اینک 1 ماه می شود که در شعبه احیاگری قرار دارد. و دیروز ما با رئیس مدیر شعبه احیاگری صحبت کردیم، ایرین علیانیدونا، شون به ما گفتن که این جوان باید که به تاجیکستان منتقل شود، ولی انتقال این جوان به تاجیکستان در این حالت بسیار کار سخت و وزنین است، چون که نیاز به متخصص دارد. یعنی ریانیماتولوگ در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار بسیار کلان لازم می شود. و جوان دوم که شما در نوار می بینید در یک کارگاهی سیمنبراری کار و فعالیت می کرده است در شینمنتج، اون جایی که چرخهای ماشینا ترمیم می شوند. روزی یکشنبه هفته گذشته نمیدونن، هیچ کس نمیدونه در کدام حالت چرخ ماشین ترکیش می‌یابد. این چرخ ماشین بارکش و الان 1 هفته می شود که در حالت کاما در شعبه احیاگری قرار دارد و می باید
معالجه یابد. یعنی این بسیار مدتی دراز است و نیاز به مبلغ دارد. البته تا جای اطلاع یافتیم مرکزی تاجیکان مسکو که شما رهبرش هستید الکی به قدر امکان کوشش دارد به یکی از این جوانان بیمار دستیاری دراز کند، ولی معلوم که چنین نفران نیازمند کمک کم نیستند. احوال آنها در شرایط بسته بودن مرزها و طول یافتن اثرگیری پروازهای دائمی چی می شود؟ این سوال دیگری من از عزت تمام بود. بله، من با قول شما موافقم که مریضی ها خیلی زیادن، نیازمندان خیلی زیادن. مردم بعد از برداشته شدن کرانتین تا حال کار نیافتند. بسیاری ها به جای خواب ماندن، به پول ماندن، نیاز به بازگشت دارند. ولی امیدوارم که ماه سپتامبر کاملا کرانتین برداشته میشد و ریس ها شروع میشوند و این نیازمندان برمیگردند. با سپاس از عزتمون حامی حقوق مهاجران که در روسیه با ما صحبت کرد. وزارت معارف تاجیکستان با نشر یک اعلان دانشجویان کشور را که به دانشگاه اوکراین و بلاروس داخل شدن از پرواز چارتری دوشنبه مینسک خبردار نمود. پرواز 30 آگوست به نقشه گرفته شده است، اما سرنوشت صدها جوان تاجیک باقی مانده که با امید تحصیل در خارج به مکاتب عالی دولت‌های دیگر حجت سپرده بودند بنابر بسته بودن راه‌ها ناروشن باقی میماند. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند سفر آنها را تامین کنند، ولی مسئولین معارف میگویند این کار تنها از آنها وابسته نیست. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره میگویند. پس از 3 روز درس‌های عبدالجلیل در یکی از دانشگاه‌های روسیه سر می‌شود. نمی‌داند به درسش می‌رسد یا نه. 2 ماه پیش امتحان‌ها رو سپردیم و در دوام 2 هفته جوابش برام پریکاز ما برام یعنی فرمان برام که ما گذاشتیم داخل شدیم و دوام همین دو ماه هست که ما انتظاریم که راه‌ها گشوده می‌شوند و ما رو اجازه می‌دهند که ما به روسیه رویم. در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردید. حالا در پیشروی سال نو تحصیل بسته بودن راهها بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های خارجه را غرق اندیشه کرده است. عبدالجلیل یگانه جوان نیست که می‌خواهد داند که این سال در چه شرایطی برنامه‌های تعلیمی را از خود می‌کند. یکم سنتور سر میشه لیکن ولی نشد پلوت یگان چیلی نیست. یگان خبر نیست ولی یگان خبر شد زنگ بزنیم میگم. نگرانی جوانان در حالی است که وزارت معارف و علم تاجیکستان می‌گوید در رابطه با این مسئله به چندی از کشورهای خارجه نامه رسمی ارسال نمودند. جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین آمادگی خویش را برای قبول شهروندان جمهوری تاجیکستان دانشجویانی که به مؤسسه‌های عالی جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین داخل شدند و در آنجا تحصیل میکنند آمادگی خویش را برای قبول آنها ابراز نمودند و در اساس این در یک جایگی با وزارت کارهای خارجی و نهادهای وزارت کارهای خارجی در خارج کشور خطسرهای تشکیل کرده می شوند که این خطسرها می توانند دانشجویان ما را به مؤسسه‌های عالی برای تحصیل به مؤسسه‌های عالی جمهوری بلاروس و اوکراین سفربر نمایند. هرچند وزارت معارف راهاندازی تحصیل فاصله‌ای یا آنلاینی را نیز یکی از راه‌های شرکت در درس‌ها می‌داند، ولی بعضی دانشجویان گفتند با سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن چنین امکان را ندارند. طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان در مجموع شماره دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های خارج کشور حدود 34000 را تشکیل می‌دهد. اکثر دانشجویان تاجیک تحصیل در فدراسیای روسیه و جمهوری چین را برتری می‌دهند. و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته در کشور یک نفر دیگر از کرونا ویروس نو افتیده است. با این شمار رسمی جانباختگان از آخر ماه اپریل تا 27 آگوست به 68 نفر برابر شد. با اطلاع رسمی در شبانه روز گذشته 36 مورد سرایت بیماری همگیر ثبت شده است. شمار عمومی بیماران 8449 نفر است و از این بیش 85% شفا یافتند. برنامه رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراهی. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من شما رو در هفته نو منتظر خواهم بود. استراحت خوب و خاطرمند داشته باشید.